بزرگی شما است که من در بین شما هستم. تاجیک عصرهای دراز از روی آدابش در دنیا شناخته شده است. از روی مهر انسان‌داری، از روی رفتارش. امروز شما پرواز به تاجیکستان دارید و نزد فرزندان. آنچه که شما از دل خود می‌خواهید برای من یک شخصی هستم که از همه چیز دنیا تامینم. اولا از دیدار شما تامینم. بزرگی من همین بود که شما بودید. امروز در 16 سال حیات بیرون از تاجیکستان بودن من Уважаемые пассажиры, убедительная просьба занять места фото-видеосъемка на борту воздушного судна категорически запрещена. Убедительная просьба займите места. برای همین امروز کیا انتظارم آمدن کلامت شریف به تاجیکستان و از دستی کیا وی رفت. اینا دولت روس بود که خواهش اساسی آنها بود و در نزد پای پوتین افتادن. تمام گیدروهای FSB MVD روسیه که در آمد شریفوف از دستی برآورده شود. هرچندم 23 سال بود من شهروند روس بودم، در قوای مسلح روس و شوروی اشتراک داشتم، لیکن این را به نظر نگرفتم و امروز شد در حیات مردی سفر به تاجیکستان باید ضربه بیرون